تو این قسمت میخوایم در مورد گریدا صحبت کنیم. گرید چیه و چرا ما الان بهش اشاره میکنیم؟ نکته مهم اینه که بعد از اینکه لول ها مشخص شدن، یعنی تراز طبقات مشخص شد، جای ستون ها باید مشخص بشه. یعنی آکس ستون ها و محور ستون ها باید مشخص بشه که ما اینا رو داخل نقشه‌های فاز 2 خیلی در نظر میگیریم. گریدا هم مثل لول ها هم تو بخش سازه و هم تو بخش معماری خیلی اهمیت دارن. نکته بعدی اینه که گرید باز تو تب آرکیتکچره و تو این قسمت قرار گرفته و الان میبینید که گرید فعاله. گرید مثل لول نیست، یعنی اینکه شما میتونید تو پلان گرید رو ترسیم کنید. نکتهش اینه که خب تو واقعیت هم ما اول توی پلان ترسیم میکنیم. پس شما میتونید با زدن کلید میانبر یا شورتکی GR یا کلیک کردن روی گرید رو فعال کنید. دقیقا شبیه لول ها به شما یک باکسی رو میده که اون درای یعنی محیطیه برای ترسیم. نکته رو که من اشاره نکردم تو بحث قبلی این بود که همراه هر دستوری مودیفای فعال میشه که در آینده ما مودیفای رو کامل توضیح میدیم. خود مودیفای به صورت مستقل هم تب داره ولی الان فعال شده همراه با دستور. حالا بریم رو بحث گرید. گرید هم مثل لول دارای چند بخش ترسیمیه. یه قسمتش که همون لاینه، یعنی با 2 تا نقطه ما میتونیم گرید رو ترسیم کنیم که البته لول ها وقتی من داشتم توضیحشو میدادم 2 تا لول پیش‌وضع روید داره، ولی الان توی صفحه نمایشمون یا ویوپورتمون گریدی وجود نداره. پس گرید اول رو باید با 2 تا نقطه ترسیم کنیم. گرید به اول کلیک کنیم و نگه میداریم کلیک چپ رو. تو هر مسیری که درگ کنید و حرکت کنید هد گرید تو اون مسیر قرار میگیره. البته ما دیگه نگران هد نیستیم. چرا؟ چون هدها قابل جابجایی هستن و ما کلیک میکنیم گرید ترسیم. حتی نکته رو باید در مورد گرید بهتون بگم. اعداد گریدها به صورت پارامتریک هستن و کاملا ترتیبی هستن. یعنی من الان اگر از گرید 1 شروع کنم قطعا گرید بعدی که میخوام ترسیم کنم میشه گرید 2، یعنی به محض اینکه من ترسیمش کنم میشه 2. ببینید من حالا از قصد اومدم و گرید 2 رو کوچیک‌تر ترسیم کردم. دقیقا شبیه لوله، یعنی ما محدودیتی نداریم. به همین ترتیب شما میتونید مسیر کارتون رو یا با عدد دقیق یعنی فاصله های دقیق ترسیم کنید یا اول ترسیم کنید بعد فاصله ها رو مرتب کنید. پس ما محدودیتی توی ترسیم نداریم. دقیقا هر موردی رو که تو قسمت لول توضیح دادم تو قسمت گرید هم شاملش میشه. حالا ما اینجا باز پیک لاین رو داریم که وقتی کلیک میکنیم باز آفست رو داریم. میتونیم فاصله ها رو با عدد مشخص کنیم. مثلا فاصله رو تا گرید بعدی 3 میزنم. البته فاصله ها رو من باید میلیمتر بگیرم چون واحد رو میلیمتر گذاشتم. مثلا فاصله رو 3000 میزنیم و زمانی که شما در هر جهتی کلیک کنید اون گرید ترسیم میشه. حالا فرق نمیکنه نسبت به هر گریدی باشه. حالا دقت کنید. الان آخرین گریدی که ما ترسیم کردیم 4 بود. اگه من از گرید 1 هم آفست بگیرم گرید 5 رو ترسیم میکنه. چرا؟ چون رویت اومده 1 2 3 4 5 رو ترسیم کرد. حالا نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه اگه من از دستور گرید خارج بشم و بیام عدد رو یعنی عدد آخر رو عدد آخر اون 5 بود دیگه تغییرش بدم، مثلا به عدد 10 تغییرش بدم. از اینجا به بعد دیگه ما هر چی گرید ترسیم کنیم از 10 میشماره. پس اعداد رو هر جا تغییر بدید شروع میکنه به تغییرش. حالا من GR رو میزنم دستور صادر میشه. وقتی پیک لاین رو میزنم و اون
3000 رو مثلا 3500 متر رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم، عدد 11 تایپ میشه. یعنی دیگه عدد 6 ما نداریم چون اومدیم تغییرش دادیم. حالا گریدای افقی رو هم میخوایم ترسیم کنیم. البته میتونید گریدای عمودیتون رو الان ویرایش کنید. گرید افقی هم باز به همین شکله. حالا چرا فاصله گرفت؟ نکته که پیش اومد، آفست توی حافظش مونده، یعنی 3500 رو تو حافظه نگه داشته ولی به عنوان آفسته. چون ما هیچ گریدی قبلش نداریم، آفست رو از خود موسمون نشون میده. پس راهش چیه؟ راهش اینه ما این آفست رو دوباره صفر کنیم و بعد گریدمون رو ترسیم کنیم، یعنی بدون فاصله از موسمون ترسیم میشه. حالا اینجا 12. من میخوام اینجا حروف باشه. کلید اسکیپ رو میزنم، از دستور گرید خارج میشم و اینجا میام حرف A رو تایپ میکنم. دوباره GR رو میزنم و آفست رو این بار مثلا 4000 میگیرم و کلیک میکنم. چون به سمت بالا کلیک کردم اون گریدمون در جهت بالا ترسیم شد. من میتونم با موو کردن هم اینا رو جابجا کنم، یعنی با درگ کردن اون محور رو انتخاب میکنم یا اون گریدو و جابجاش میکنم. میبینید که خط راهنما هم بهمون میده، یعنی تا جایی که بتونیم میتونیم از خطوط راهنما استفاده کنیم. و چون شما همه این موضوع ها رو داخل بحث لول براتون توضیح داده بودم، گرید دیگه مشکلی نداره. فقط تو بحث لول تا جایی که یادم میاد این بریک رو فکر کنم توضیح ندادم. حالا اگر هم توضیح دادم مجدد اینو توضیح میدم. اینجا یه البو داریم، یعنی اد البو یک بازو اضافه میکنه. زمانی که گرید ها یا هد ها نزدیک همن، چه داخل لول باشه چه داخل گرید باشه، دو تا عدد رو هم میافتن. شما میتونید اینجا رو بریک کنید، کلیک که میکنید بریک میشه، یعنی شکسته میشه. بعد از اینکه بریکش کردید میتونید درگش کنید. اگه لازم نبود دوباره میتونید برگردونیدش و تو حالت قبلی نگهش دارید. پس بریک کردن به این صورت، کلیک میکنم، جابجا میکنم و بریک میشه. خب اینم یه نکته بود اینجا اشاره کردیم. نکات بعدی دیگه ثابتن، یعنی اینکه شما الان مثلا این هدا رو میخواد جابجا کنید، میاریدش رو بالا. حالا فاصله ها رو میخواید تنظیم کنید، میدونید که اینو چون کلیک کردم این جابجا میشه. یا اینکه مثلا میخوام اینو جابجا کنم، بالا و پایینش کنم، یا اینو میارم مثلا میذارم تو این قسمت. پس اگه خواستید اینا رو تغییر بدید میتونید کلیک کنید. ببینید کلیک میکنم، روی عدد کلیک میکنم و مثلا 5 و کلیک و 6. باز قفلا یا اون پینا رو داریم اینجا. اعداد رو میتونیم تغییر بدیم، فقط دقت کنید اون محوری که میخواد جابجا بشه رو انتخاب کنید، نه محوری که میخواد ثابت باشه. مثلا اینو 2000 من میزنم و کلیک میکنم. پس من دیگه 5 رو تغییر نمیدم چون عدد 6 تغییر میکنه. 4 رو انتخاب میکنم، مثلا اینجا باز 2000 میزنم. به همین ترتیب شما زمانی که یک محور رو میخواید جابجا نشه نباید انتخابش کنید. همون نکته‌ای که من داخل بحث لول براتون توضیح دادم. خب بحث گرید باز ادیت تایپ داره، یعنی شما میتونید یه سری تغییرات بدید. باز باید فامیلی رو یاد بگیرید که تغییراتش رو بیشتر کنید. پس گرید هم مثل لول ها نکات زیادی رو برامون در دسترسمون قرار نداده کسی که فامیلیش ساخته، ولی ما در آینده میتونیم اینا رو تغییر بدیم. اگه خواستید یه گرید خودتون بسازید، یعنی به صورت خاص باشه، اول یه کپی ازش بگیرید، یه اسم براش مشخص کنید. معمولا قبل از اسم گفتم یه عدد قرار بدید، یه خط فاصله قرار بدید، مثلا به اسم گرید مثلا 1 و اوکیش کنید. به خاطر اینکه بیاد در رأس جدول قرار بگیره و ما بتونیم پیداش کنیم، ممکنه چندین نمونه یا چند تیپ گرید ترسیم کرده باشه. اگه میخواید اسمش رو تغییر بدید، باز رینیمو میذاریم دیگه. اگه من بیام تغییرات رو اعمال کنم، دقیقا مثل لول فقط روی خود اون بخش اعمال میشه، یعنی همون بخشی که ما داریم اعمالش میکنه. ادو میزنم، این آبی که انتخاب کردم اینجا اضافه میشه و اوکیش میکنم.
پس میتونم کاملا سفارشی بسازم. الان اینی که ساختم رو این اعمال شده، اینم مثلا این چند تا رو هم میخوام اعمال کنم یا همه رو میخوام بهش نسبت. ببینید اولین چیزی که ما میبینیم اومده اول جدول قرار گرفته، انتخابش میکنیم و نسبتش میدیم به بقیه گریدا. و اما گریدو که ما ترسیم میکردیم، مدل‌های گرید به صورت آرک وجود داره که بیشتر تو بحث‌های حالا سازه‌ای بعضی وقتا پیش میاد که ما گریدامون رو باید به صورت آرکی ترسیم کنیم، یعنی آکس ستونا آرک در میاد که الان start and reduce یعنی به صورت شروع پایان و یه شعاع، شروع پایان و هر شعاعی که شما تمایل داشته باشید میتونید بهش نسبت بدید، یا اگه عدد رو دقیق تایپ کنید با یه عدد دقیق براتون اون آرکو ترسیم میکنه. و یه مدل دیگه داره center and arc، یعنی این که مرکز، پایان و بعد آرکو ترسیم میکنه. بازم میتونستم شعاع رو به صورت دقیق بهش نسبت بدم. اینم که مدلای دیگهشه. مالتی سگمنت هم سگمنت های چندتایی، یعنی ما چندتایی میتونیم ترسیمش کنیم. این قسمت از آموزشمونم به پایان رسید. تو بخشای بعدی ما نکات مهمتری رو توضیح میدیم تا یک پروژه واقعی رو شروع کنیم به مدل سازی.